چه نمیشه بیاد اینجا. صبر کنید. برید کنار. بفرما. جا مونده بود. زمین نم داره، بارون نیومده که. من آب دادم. باریکلا. از اون پشت یه راه هست، من اومدم. اون راه مخصوص خودم، فقط خودم میتونم بیام. برو مرسا یا دوشو یک کوتاه کردن چمن. کوتاه کردن چمن. دو رنگ‌آمیزی دروازه. رنگ‌آمیزی تیر دروازه. 3 تعویض تور دروازه. تعویض تور دروازه. میدی رو تا انتها بدین تو، بعد یه بار شل بچرخونید یه بار صفر. آقای زنگ زده. یه بار شل یه بار صفر. بیا کنار. فهمیدم. صبر کنید. اون در کلید داره، با کلید باز بشه. کلیدش دست منه. احیانا در دیگه ای نیست پشت نه، جلو یه در دیگه هم داره. خیلی خوب بیا بازشو ببینیم. اینجوریه دیگه. عجب. فرامرز بنویس تعمیر کموده و رنگ‌آمیزیشون، رنگ‌آمیزی در دیوار، تعویض لامپ‌ها، تعمیر سقف. سوراخه. این برای فوتباله. بنویس خریدتون شما رو گزارش ببینم. راستش حصول این مواردی که ذکر کردین در زمان مقتضی دشواره. تامین اعتبار هم باید بشه تازه. اونم با این اوضاعی که الان کارخونه داره نمیدونم. خود آقا باید بررسی کنن، اگه صلاح دونستن مرحوم کنن، دستور بدن. اتفاقا فرمودید حصول تلاش‌های وافری انجام شده برای راه اندازی مجدد این تیم از زمانی که بنده خب بالاخره مسئولیت ورزش شهرستان بهاردشت رو به عهده گرفتم. حالا ما همکاری‌هایی هم داشتیم با سازمان‌ها و نهادها که قرار شده پاداش‌هایی رو هم داشته باشیم برای حمایت از تیم. بله. چی شده؟ پاداش انجام شده. فهمیدم. اون لیسته به هم بده. بفرمایید آقا. واقعا در شرایط حاضر خیلی کار سختیه، ولی من برای این تیم حاضرم از زندگیم و عمرم مایه بذارم. آفرین. احسن مهندس. اجازه بفرمایید. خیلی خوب. خدمت شما. موارد ضروری رو هر طور شده براشون آماده کن، در اختیارشون بذار. برای بقیه‌اش هم خودت برام خانم مصطفی. اوستای کاری. یه جور پیش ببر تا اوضاع کارخونه مقدار بهتر بشه. چشم. ارسلان خانم، یه زمان مهمه. الان یه بدنسازی نصف نیمه هم بخوایم انجام. آقا اجازه بدین. منظور آقا فرامرز اینه که ما فقط 5 روز به اولین بازیمون مونده ها. باید بالاخره کمک کنیم. حق داریم. این استرس و استراب قابل درکه. بالاخره ثانیه‌ها حرف اولو میزنن. بله. در ضمن بر نشست خبری هم منتظرن اومد. بله اجازه بدید. قبل از هر چیز و مهمتر از هر چیز امضای قرارداد سرمربیگری بهرام خان مصطفیه. اجازه بدید ما بشینیم توی جلسه ببینیم به کجا میرسیم برای امضای قرارداد، بعداً در خدمتتون هستیم. اون که حتما. آها این
متن قراردادم خدمت شما. به مبارکی انشالله قرارداد تیم ملی بهرام خان. آقایون در خدمت. بفرمایید. شما نه بفرمایید قرارداد. الان بله بفرمایید. بفارک باشه. ببخشید. بفرمایید. خب بهرام خان، حالا بریم سر قرارداد. مطمئن این دکتر خوبیه؟ آره عزیزم دکتر خیلی خوبیه، شما خیالت راحت باشه. تو به من بگو ببینم چند وقتته. من الان وارد ماه سوم شدم. خیلی دختری یا پسره؟ از رنگ و روش معلومه دختره. نگاه چی شد نیومدن؟ دارن سنگای آخرشونو با هم میکنن. من خودم بعد میرفتم تو این جلسه. شما برای چی با هم میرفتی آخه عزیزم؟ اینا یه مش مردن، خودشون با هم حل میکنن جریانو. نه آخه بالاخره من سهم دارم تو این کارخونه. سهم چی؟ چقدر؟ یه دنگ. آفرین، شریک شدی؟ آره گفتم اینجا سرمایه گذاری کنم بهتره. هرچی داشتم فروختم، یه دنگ کارخونه رو شریک شدم. باریکلا. اصلا زن باید شریک شوهرش باشه. همین خود من وقتی با پرورش ازدواج کردم هم شریک خونش بودم هم کارهای بیرونش. کلا همه برنامه‌اش تو دستمه. چجوری یعنی الان هم مسئول دفترش هم مشاورش. تو خیلی هم خوب. میگم فروغ جون شما هنوز این زمین فوتبال رو نفروختین؟ نه چرا باید بفروشیم؟ ما فروش تو کارمون نیست. همون اجاره رو از کارخونه میگیریم کافیه. یعنی تیم علمی تیم چیدانه. به آقا چرا هول میدی؟ هول میدم که هول میدم. لایوا. لایوه که لایوه. مجوز داری؟ چی میگی بابا اصلا چرا فیلم میگیری؟ فیلم میگیرم که فیلم میگیرم. به شما ارتباطی داره؟ ارتباطی داره. میدونی من کیم؟ هر کی هستی. نشست خبری بابامه دارم فیلم میگیرم. باباته؟ منم نشست بابامه. تو هم نشست باباته؟ رامی؟ یه دقیقه بایستا. دوست همینه؟ آره؟ بسیم نه حتی برو وایسا. یه دوستی میکنه وایسا. کندی گوشم به خدا غلط کردم دیگه نمیام باقتون. کندی گوشم. آقا نزن تو رو خدا غلط کردم. آی گوشمو کندی آقا. جونه آدم فروش. کینه ای؟ از اون روزی که نمیتونم خوب بدوام. بابا من گاهی نمیتونه خوب راه بره. کینه ای؟ منم گوشم سود میکشه همیشه. گاهی اینجا رو گذاشتین رو سرتون ها. حواستون هست. میاد تو قابم. ببین داره به فوش میده. من اصلا فوش ندادم. رامینه پسرم یادته؟ ماشاءالله هزار ماشاءالله. اینم ناصر پسر من. خیلی خب بعد مدت هم دیگر دیدیم با هم جنگ نکنیم. تو کینه ای نبودی که عزیزم؟ این مورد فرق میکنه. ای بابا مادر الان شرایط فرق میکنه داریم قرارداد میبندیم. این مورد فرق میکنه. این مورد فرق میکنه. هم دیگر ماچ کنیم تماش کنیم بریم. برو اسخای کن سریع. تو پسر من مثلا خجالت بکش. آفرین. خیلی خوب تموم شد. 20 نفر کلاه. داد میکنین چرا زشته؟ الان جلسه باباتون تموم میشه میان. برید بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. برو چوز دلش کن. الان تمرکز بذار روی این. آماده شو؟ بله آقا دلگوش. بجم سری بشستیمش اونجا الان مراسم شروع میشه. آقا دلگوش خیالت راحت باشه آقا.
بیشتر از اون پایین بالا نشه. خب توی خط براتر که بچه مبارک میخوام ببینم چقدر بستی. محرمانه است، کسی نباید بدونه. یعنی من الان نامحرمم؟ آره بابا الان چه وقت این حرفاست؟ میخوام سرت کلا نذاشته باشم. من باش کلا نذاشتم. هرچند باید خونده عادی باشه. بابا من تو میذاری. بفرم خواهش میکنم. مقدمتاً خواستم بگم که 35 سال پیش که من پامو گذاشتم تو این کارخونه هیچ وقت فکرشو نمی کردم یه روزی یه لحظه ای اینجا وایساده، یعنی در واقع نشسته باشم خدمت شما و تنها تیم فوتبال این شهر تو مشتم باشه. و سرنوشت این تیم رو بسپرم به بهرام خان. خوشبختانه خدا رو شکر پریشب یه گزارش خوب از شبکه خبر سراسری پخش شد که این مرد بزرگ رو به تمام مردم مملکت معرفی کرد. به افتخارشون. افتخار نمیدید؟ من؟ بله بفرمایید. ببخشید شرمنده. من بی مقدمه میرم سر اصل مطلب. من تو این زمین بزرگ شدم، نفس کشیدم، قد کشیدم، یه پا دو پا کردم، شوت زدم، تک زدم، تک زدیم، گرچه به غلط ولی تک زدیم. به عشق چی؟ به عشق فوتبال، به عشق کارخونه، به عشق شهرستانمون. من با کمال میل، با تمام وجود همیشه بوق زدم تا چی؟ تیم چیتونه رو ببرم بالا، پرچمش بالا باشه، برنده باشه، که مردم شهرمون خوشحال بشن. تا اینکه به قول حافظ قرعه فال به نام من دیوانه بیا. بله قرعه فال به نام ما مفتم و هدایت تیمو سپردم به من جا داره از همین تیره. بهرام بوقچیه؟ بهرام خانه، سرمربی تیم چیتونه. قورباغه که ابو عطا بخونه، بوقچی همشه سرمربی دیگه مادر. بفرمایید. نمیخوام، من میخوام در مغازه رو ببندم. چی گفتم من؟ منم در همین جا با حضور شماها قول میدم هر آنچه در توان دارم بذارم که تیم در مسابقات جام بهرام خان داره اینا رو میگه؟ البته به لطف خدا و مگه نمیشنوی؟ آره دیگه. امیدوارم که شرمنده نگاه کن، نشست خبری به بهرام خان میاد نی؟ بله، همین نشانه محبوبیت بهرام خانه. من به عنوان مدیرعامل تیم فوتبال کارخانه چیتانه همینجا بهرام مصطفی رو به عنوان سرمربی تیم معرفی میکنم. ولی نوبتی هم باشه نوبت خبرنگاری عزیز دیگه. بفرمایید خواهش می‌کنم. اشکالی نداره یه عکس بگیرن؟ به چه منظور؟ هیچی، دیدم بامزه است. اشکالی نداره. چی میخونی؟ با قوانین ساده میشه امور پیچیده در توضیح داد. نیوتن.
سلام عرض میکنم. من ساسان سلامت هستم. ساسان تویی؟ دیدم قیافت آشناس، شنیدم رفتی تو کانال و خبر و این چیزا. چقدرم بهت میاد. بفرما سوالتو بپرس. خیلی خوشحالم که مولای مهندس و استاد رو دوباره میبینم. امیدوارم موفق بشید. داشتم عرض میکردم من ساسان سلامت هستم از شبکه ورزشی پمحق. از کجا؟ پمحق یعنی پشت محدوده 18 قدم. آها بله بفرمایید. یه سوال از شما داشتم مدیر عامل محترم کارخانه. به چه انگیزه، چه شکلی و با چه فاکتوری بهرام خان رو به عنوان مربی انتخاب کردید؟ البته من امیدوارم که پشت این سوال شیطنت رسانه‌ای نباشه یا خدا نکرده حقد و حسدی. البته برای من کاملا جواب این سوال روشنه. معیار من همینی که همین بچه ها گفتن: با مرام، غیرتی، اسطوره پنالتی. خبرنگار بعدی بفرمایید. شکیبا هستم، خبرنگار افتخاری. سوالتون بفرمایید. میخواستم از آقای مصطفی بپرسم که چه برنامه‌ای برای تیم دارن. سوال بعدی خبرنگار بعدی. شما سوال دیگه ای ندارین؟ غیر من سوالی ندارم. من نظرمو در کانال ورزشی خودم خواهم بود. البته من یه چیزی رو عرض بکنم: برنامه بهرام خان جامع و کامله، منتها بنده به دلیل جلوگیری از سوء استفاده رقبا دستور دادم منتشر نشه. بفرمایید یه پذیرایی مختصری بشه. بفرمایید. برو بیا. پرورش، این ساسان سلامت که میگفتم همین بوده، باید مراقبش بود. الان تو جمع آقایون. تو چایی نمیخوای؟ نه من خودم میرم بردم. فکر کنم ناراحت شد. کی؟ همین سلامت از پمحق. خیلی جنجاله این. چیه؟ چیز زردنویسه دیگه. جنجالی ترین کانال ورزشی استان دست اینه. معلوم بود دنبال حاشیه است. یادش رفته چقدر از ما لایی خورده. ولی شما هم خوب جوابشو دادی آقا. دهنش بسته شد. ماشاءالله زبونش بازتر از این حرفاست. الان میره تو این چیزش کانالش ما رو آویزون میکنه. راست میگه. ما داریم رصدش میکنیم. چی رصدش میکنه؟ این از ایناست که یه مقاله میزنه، یه مربی از میکنه، یه مدیر از میکنه. از اینا رو جابجا میکنن. بریم چای حاکت برم خدمتشون. اتفاقا نه، لازم نیست. سعی مهندس.
پدرمه. فوتبال بازی میکرده. دفاع. تکل. شما قانون سوم نیوتن رو میدونید؟ گزارش شما یه خورده ناراحتش کرد. رفتارش مثل قانون سوم نیوتنه. هر عملی عکس العملی. ولی من که نمیخواستم اینطوری بشه. یعنی شما نیت اینو نداشتید ناراحتش کنید؟ بله. یعنی ناخواسته بوده؟ بله. یعنی خودخواسته نبوده؟ بله. نه نبوده. تمومه. دیگه ناراحتی نداره که حله. افشین رهرو هافبک چپ، اسد فنیزاده دفاع چپ، میثم رضازاده دفاع چپ، حمید روغنی هافبک چپ. همش چپ شد که. منصور شرف آبادی هافبک چپ، فرهاد زنده‌رود دفاع چپ، علیرضا شریف مهاجم، اشکان صمیمی دروازه‌بان. بچه شما همتون منو میشناسید. بله هممون صدای بوخاتو شنیدیم. سوالی نبود. فرامرز من شما رو خوب میشناسم. میدونم کی کنده، کی تنده، کی چپ باز، کی راست باز. حتی میدونم وقتی عصبانی میشین چیا و هم میگیم. چیا و هم میگیم آقا؟ نخوتیا میگیم. بی نمک. ادامه بدید شما آقا برام. شما همتون تا حالا من بیرون از زمین دیدی. برای تصویرتون از حنجرم مایه گذاشتم. ولی از این به بعد منو توی زمین میبینی. رو نیمکت مربیا. برای پیشرفتتون باید از پنجره مایه بزن. باریکلا خوشم اومد. باریکلا این رویه. امیدوارم این رویه رو همتون داشته باشید. بچه باید احساس کنیم که ما یه خانواده ایم. همدل باشیم، رفیق باشیم. من میخوام بهتون بگم از امروز شما بازیکن رسمی تیم چیتونه هستیم. بچه حالا دستاتون میاریم بالا. خوش همینجوری هم قبوله. الان ما فقط یه هدف داریم. با تیم چیتونه رو تو مسابقات انتخابی نهایی پرچمشو ببریم بالا. باید هر جوری باخت ندیم. بازی رو واگذار نکنیم تو هیچ مسابقه ای. من میتونم برم. حالا بوخچی هم برای ما شده مربی. آقا برای من همینجوری میتونه بره؟ ما هم که رفتیم. بچه من پشتم را میکنم. هر کسی خواست بدون تعارف بره. ولی اونایی که میمونن باید عاشق فوتبال باشن. میفهمید؟ عاشق باشید. حالا بفرمایید. چی میگم؟ مثل این که میخوام بره. حرف حسابشون چیه؟ الان با هم بحثشون شده فعلا. حالا چی میگه؟ یه ذره اوضاع بهتر شده. بری اسم این بچه چی شد در آوردی؟ لیسا آره بذار اینم گذاشته بودم همین دوره اینجاست. بیا آخه این چیه خجالت نمیکشی؟ آقا یه دفترچه به حساب من بخواه. درستش کن میگه آخر رحیمی سیروس اکبرزاده چی فرش؟ مرشاد احمدزاده.
نشاد احمدزاده، سهیل روسایی، فرشاد پیراسته. این فرشاد پیراسته و مشاد احمدزاده فوتبال بوستان گذاشتن کنار. باقی میمونه 3 تا که یه جوری باید اونا رو جذب کنیم، وگرنه مجبوری بری بوقتو بزنیم. بوقمون رو بزنیم. اساس نشد دیگه. و الان سرمربی و سلام دوران بوق گذشت، میریم درستش میکنیم. و اینک بمب نقل و انتقالاتی تیم آقا بهرام، باقر رحیمی هافبک چپ پا و طراح. فقط تو نیستی که خیلی ها رو دعوت به کار نکردن. قهر کردن نداره که. باقر جان اگه من وساطت کنم برات گردونن کارخونه سر کاره خوبه؟ صحبت این حرفا نیست بهرام خان، بحث عزت و احترامه. من الان دارم واسه خودم کار میکنم، نوکر خودم، آقای خودم، کم میخورم، گرد میخوابم ولی راضیم. آقای لاغنده همین بغل من پیاده میشم. بفرما. دست شما درد نکنه. آقا کرایه. عمو کجا میری؟ درم کرایت پس. وایسا ببینم کجا داری میری؟ وایسا بهت میگم. این آدم شما نبود؟ این مملت چیه میگی ها؟ آخه نداشتم تا حالا از این مورادا. عادی نیست دیگه. آفرین، عادی نیست. بله اینا نشون است برای اینکه برگردی بیای کارخونه. بعدش هم اون قبل ما سوار شد چجوری هماهنگ کردی؟ دلیل نمیشه. شما تو مسیر گذاشتینش گفتین اول اون سوار شه بعد شما سوار شدین که من شک نکنم. راست میگه. الان بعد از ما هم سوار شده بود باز ما هماهنگ کردیم. آقا ما هماهنگ نکردیم. باقر جان این اباطیل چیه میبافی؟ کاپیتان تیم باید دنبال توپ باشه یا مسافر کرایه‌اش؟ دیدی؟ این جمله‌ام عادی نیست. داری عین تو فیلم‌ها حرف میزنی. قشنگ معلومه به طرف گفتیم بیاد، وقتی رفت این جمله رو آماده کردی که بگی منو سنگ رو یخ کنی که برگردم تو تیم. شما نقشه کشیدی. باقر جان این همه فیلم پرت و پلا نبین. بابا بریم خودی مهنت. وایسا آقا برو. وایسا. نمیخواد. به درک نمیاد. ببین منم دارم میرم. فقط یادت باشه ما اومدیم بهت گفتیم خودت نخواستی. این پیرمرد با این موی سفیدش رو انداخت. تو باید اینجا باشی. جا تو داری عین فیلم‌ها حرف میزنی. برو بابا. بیا برام بیا. نمیخوام. باشه بابا آقا برام میام. طبق قرارم. این چیه؟ یکی دیگه هم بذار روش. آقا قرار اون همین بوده. یه فوش هم داد آخه. آقا تو اصلا فهمیدی فوش داد چی گفت؟ نه چه ربطی داره؟ آقا جان وقتی نفهمیدی چی گفته برای چی داری بحث می‌کنی؟ حسش کردم. میخوای یه فوش ژاپنی بهت بدم مجانی؟ آقا بفرما کافیه یا علی؟ برکت. میریم سراغ سهیل آدم مشتیه ها. آره مرا معرفتی برخورد کن. خیال تخت مربی. آقا جان سهیل جان این هم کار آبرومندانه ای ولی تخصصات چیز دیگه. راست میگه چیز دیگه است. مرام بذار بیا دیگه. آقا این کار رو 1000 نفر دیگه میتونن انجام بدن ولی شما رو ساختن برای هافبک قربونت برم. هافبک هجومی مرام بذار بیا دیگه. تو این شهر چند نفر رو میشناسی خدا وکیلی وقتی پا به توپ میشن این بازیکن‌های رقیب 4 ستون بدنشون بلرزه. چند نفر رو میشناسی؟ 2-3 نفر. یعنی چی؟ آره یکیش آقا تویی. شما هر سری داری ما رو اذیت میکنی. نه اینجوری من با شما معامله‌ام نمیشه.
خداحافظ بابا، ولمون کن. آقا این بار خالی کن، ما معاملمون نشد. یعنی چی؟ معاملمون نشد دیگه، بار خالی کن. مرد حسابی 3 نفری این همه بار زدیم و کتکول افتادیم، الان میگی خالی کن؟ داداش من کار ما همینه دیگه، یه سری بار میزنی یه سری بار خالی میکنی. ناراحتی؟ پولشو بده خالی میکنم. من پول بار زدنشو هم خالی کردنش. فقط پول بار زدن تو. منم خالی نمیکنم. دست توئه که خالی نکنی. دست توئه. چی فوش داری میدی به من؟ آره فوش دادم. بچا بیا اینجا. چی داری میگی؟ شده زخم شده. رفت تو خونه یخ بذارش. اینجا درد میکنه، فکم داره. آقا بفهم دست در آقا دمتون گرم، خیلی با معرفتی. میام آقا، میام. برنامه چیه الان؟ سیروس را دسته، برنامه نمیخواد. بیا چطوری آسیلس؟ سلام. معلوم کجایی سفر سایه؟ دنیا رو دنبال گشت. دو یار همراه فرامرز بدون مرز و بهرام بخشی. سلام بهرام بخشی. انگار از اخبار عقبی دا. آقا بهرام شده سرمربی تیم چیدانه. جان من سرکاری دیگه ها. چه سرکاری دیگه؟ ببین همینجا بهرام مصطفی رو سلام مربی. مخلص آقا. باورم نمیشه. خبر سراسریه؟ از چی؟ من جا داره استادی بهرام خان. جان من سرمربی شدی. ما به خاطر همین اینجاییم. تو اینجا چیکار میکنی؟ اینجا اومدم برای یه لقمه نون حلال. یعنی چی مثلا چیکار میکنی؟ یعنی جای مردم صف وای میشم یه پولی گیرم بیاد از اون کارخونه که خبری نشد. نقش زنبیل بازی میکنه پول میگیره. اینم شد شاه. ببریم محل حسابی. تیم به تو نیاز داره. منم به پول نیاز دارم. الان نیاز من مهم پوله. اون با من درستش میکنم. چه جوری؟ آقا داره حرف میزنه دیگه. آقا جون تو بیا من برات میگردم کارخونه. خوبه؟ استادی بهرام خان فقط اجازه بده من این صفو به صاحبش بدم میام. پس همه چمن میبینم. قول دادی یا؟ قول مرد از صرفش. میام. آره دیگه بابا گفتم میام دیگه. میبینمت. دادا یه بو فرفریه اومد این جای اونه نداره کسی جاش وایسا.
خسته نباشی. سلامتی تیم راه افتاده دیگه. کار زیاد شده. آدما چقدر زیاد شدن. سر آدما شلوغ شده. من احتیاج دارم. به چی؟ ببینید افتاد. این کار شما نیست. این کار یه نفر دیگه است. کار تدارکات جوون. بیاد این کارا رو انجام بده. بر دست من وایسته دیگه. یه پسر خوبی هست که این کار رو میتونه انجام بده. عاشق فوتباله، بچه خوبیه، مطمئنه، پسر خواهرمه. بگم بیاد این کار رو انجام بده. بگو بیاد. هیبت. سلام. سلام. هیبت پسر خواهرم. بدو انجام بده. خوش اومدی. مرسی. فرش کن. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. خوش اومدید. یه لحظه هر چی دستته بذار زمین، یه قدم راه برو، میترسم زخم بستر بگیری. یه حرکتی بکن. من همش اینجا دارم راه میرم. من چیکار کنم تو یه جور تنظیم کردی میای تو نشسته منو میبینی؟ شما به دل نگیر. سحر غذا رو آماده کرده. داره تموم میشه. دست در این خونه داره رو شاخ حشمت میچرخه. اگه این نباشه که ما لنگیم. عوضش دامادمون قشنگه مامان. هر اینقدر صرف سرش نذار. دوستش دارم، باهاش شوخی دارم. من با تو شوخی ندارم. جای داداش شوخی دارم. منو ببین این جای داداش بزرگ. شوخی جا داره. مربی چه خبر؟ کارا خوب پیش میره یا نه؟ خدا رو شکر. داریم لکولک درو. لکولک چرا؟ والا چی بگم؟ هر جوری میچرخیم باز یه نفر کم. حالا نمیشه جای اون یه نفر حشمت رو ببریم؟ بهرام راست میگه. تحرکی که این داره میدونی چیه؟ تو زمین میره برمیگرده خیلی خوب. آش من کارتو بکن بابا، این شوخی میکنه. لا اله الا الله. آقا جان اینا رو بمیز که حساب کن. باشه بابا این حرفا رو نداریم ما با هم. نوش جونتون. حالا برداریم بریم نوشیان کنیم. چشم ببخش. اونم بذاریم. آقا دم شما. آقا این حقل شیرینه دیگه. نوش جونتون. برده بیان. خدافظ خوش بیان. برده ببر. دیگه اینا خدا آفریده. چیکارشون؟ بیا دیگه برام. سلام. بله. سلام آقا برم. این که هیبت خواهرزادم تدارکات تیم. بیا آقا هیبت. بیا اینا رو بگیر ببر. بذار من آب معدنی رو بیارم. چیت میشه گفتی؟ خواهرزادمه. اسمش هیبت. بفرمایید. غذا چیه سلام؟ غذا سی قیمت. بیا بخور. آقا از تیم چه اومده بردار. بفرمایید آقا بردار. دست دارم. آقا فرامرز. دست دارم. فرامرز فاکتور این غذا رو میگیری میدی رامین پولشو میگیری. چیزی نشه. بفرمایید. حرف مربی تو گوش کن. آقا رامین بیا. فرامرز فاکتور غذا رو بهت میده. قربین تمام فردا تصویرش. فاکتور؟ باید بپرسم آخه. حالا شما میخواین فاکتور رو بیاری من ببینم چیکار میتونم بکنم. ناصر چی شد؟ داره کارهای رسانه‌ای تیمو میکنه. خوبه. آره حواست بهش باشه. خیلی سر به هوا شده. حواسم هست. داره هرچی میگیره میذاره تو کانال. خوبه دیگه. فالوورها داره میره. آگهی هم میشه گرفت الان دیگه. کانال اون 5K هم گذاره. حواسم هست بهش. تو واقعا فکر کردی من تو رو فرستم کنار این تیم که بری مشکلاتشون حل کنی واسه چون شربت آبلیمو درست کنی؟ اون وقت برای من فاکتور نهار ورداری بیاری؟ ببین تو رو خدا بچه بزرگ کردم. حالا اینقدر هرس نخور مهندس شو. چیزی نشده که.
آقا رامی فرو رفته بود تو نقشش، وظیفه اصلیش یادش رفت. اینو چی میگی؟ مگه آقای پرورش نگفت میخواد از فدراسیون و نهادهای دیگه کمک مالی بگیره؟ میبینی تو رو خدا آدمی که معادلات رو نمیدونه دیگه. آخه بچه جون، پسر جون، کو کمک مالی حالا؟ ثانیاً کو تا این کمک مالی به دست ما برسه؟ ثالثاً گیرم به فرض محال این کمک مالی به دست ما رسید، مگه مغز خر خوردیم خرج تیمیش بکنیم که باید دبازه بره پی کارش؟ من اگر تو رو فرستم دنبال اونا به خاطر این بود که بو نبرن ما میخوایم چی کار کنیم. اینا تیم باختن، میفهم یا نه تیم باخت، پس هر چه زودتر ببازن هم برای خودشون خوبه هم برای ما.